تاریخ از یادآوری عیاران خراسان می‌نماید و این فرق در برابر استیلای عرب و هم در برابر هجوم چنگیز خان مبارزه‌های قهرمانانه انجام داده‌اند. با آن هم که چنگیز خان کشور را زیر و زبر نمود، ولی این گروه با شکل دیگر در خراسان باقی ماند. اینها در کابل به عنوان کاکه یاد می‌شدند. کاکه‌های کابل در شور بازار، مرادخانی و چنداول حلقه‌های جداگانه داشتند. بعضا به جنگ تن به تن با اسلحه می‌پرداختند و کاکه که از شاگردان یک حلقه می‌خواست النام به حیث کاکه معرفی بشود و انگاه به تنهایی شهر را یک دوره می‌زد و از برابر حلقه‌های کاکه سایر نواحی عبور می‌کرد. اگر بالای او از طرف کاکه دیگر صدایی می‌شد، در معنی دعوت به جنگ بود و مبارزه شروع می‌شد و مردم تماشا می‌کردند. در صورت فتح و سلامت ماندن این کاکه با غرور می‌گذشت و به حلقه خود می‌رسید، انگاه به او تبریک می‌گفتند و کاکه شناخته می‌شد. داوطلب کاکگی مجبور به دادن امتحانات و شاگردی طولانی استاد بود. یکی از این امتحانات انجام خدمات مشکل و گشت و گذار شبانه در قبرستان‌ها و کوه‌ها بود. کاکه‌ها هم دیگر را در مکالمه شیربچه خطاب می‌کردند. اینها عموماً مسلح گشت و گذار می‌کردند و راه رفتن مخصوص و خرامان داشتند. اینها وفا به عهد و دستگیری از ناتوان را شعار می‌دادند و پابند ننگ و نام بودند. کاکه‌ها در زحامات صابر و در حفظ اصرار جاهد بودند. آنها جواد بوده و هم از کشتن مخالفین مضایفه نداشتند. روی هم رفته با مردم بینوا و درمانده، همدرد و مجتنب از اقویا و توانگران بودند. برگرفته از کتاب افغانستان در مسیر تاریخ.